خوشحالم که سکوت نمی‌کنن هنرمندان. очаҷон қоқ кашкота тан бите бандагимда ма як куклаи нодаркор будам театри зиндагимда чӣ ба қимат хариден гар фурӯхтенам арзон чӯ хӯроки тарабхонаи хок ба 600 сомон. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریساز هم در چنل پریفان میوزیک. خیلی خوش برگشتید به یه ویدیو دیگه دوستان. بندم که سینا هستم. ما برگشتیم با یک موزیک رپ موزیک دیگه. امیدوارم که تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. جدیده و برای پسر عزیزمونه که چند وقت پیش از دنیا رفت به دست پدرش. روحشون شاد باشه. دیروز یه ویدیو یه آهنگ شنیدیم، الان هم یک آهنگ خیلی جدیدتر که از کانال شون هست و بشنویم با هم دیگه گپ بزنیم و خلاصه گپ و گفتگویی داریم در کامنت ها. خوشحالم که سکوت نمی‌کنن هنرمندان. очаҷон қоқ кашкота тан бите бандагимда ма як куклаи нодаркор будам театри зиндагимда чӣ ба қимат хариден гар фурӯхтенам арзон чӯ хӯроки тарабхонаи хок ба 600 сомон. шербачан хеле мисроҳои имрӯз дар гӯштам. زمان بطنی مادر به خبر ای دنیا بدم، به درد به پروا با ملایی گویا بدم. برای به دنیا رفتن در دلم ترس داشتم، سوال داشتم به جواب نیاز به درس داشتم. کی جا میرم پیشی کی میخرونه نگاه میکنه گرم بحری آرام خوابیدن آیا یا و مجای نرم پاسخ اومد در گوش مای ملایی که در زمین از فرشته ها به نام پدر مادری نازنین. کی خرسم به هر قدم تن به گپی اولتم بحری آرامی جان میتن میتن وده لک دیگه بدای دنیا جان تنه و جان گیرم پدر مادر باید برای بچه جان میرم لک نه همه پدر بدر سپر میگرده دویم نه همه پدر زری سرگرده بالینی ملایم پدری ما بحری ما امروز کفن نمیدوزن نابتی مای ارمانی اوچم یک حیات میسوزه آوازی از اون آمد. انقدر خوب دوباره اومد تو شعر از این گفت که اگه درس درستی داشتم تو زندگیم، اگه میتونستم یاد بگیرم، هیچ وقت به اینجا نمیرسید که تو بخوای همچی کاری با هم بکنی. و باز هم میگم سنش خیلی کم بوده، هر چقدر اشتباه بوده باشه. حتی نمیشه بگی اول راه بوده. حالا یه ویدیوهای من دیدم، یعنی باشون برخوردم که حالا با زبان تاجیکی هم نوشته شده بود ولی من ترنسلیت کردم، مثلا انگار مادرش هم از این قضیه خبرهایی داشته. خب دیروز شنیدیم دیگه. آره و این خبردار بوده. بچه توی پسره توی خونه بردن با اون شرایط دیگه. اون غریزه مادری هم انگار حالا یا ترس از همسرش بوده، ترس از اون یا هر بوده. چیزی که حتی تماس نگرفته که یک پلیسی بیاد، یک آمبولانسی بیاد، میدونی؟ آره، یعنی اگه اون مادرم تونسته بود یا خواهری برادری اگر کسی توی خونه بود و تونسته بود مثلا اقدامی بکنه شاید اصلا اینجوری نمیشه. آره، خب آدم نمیدونه که این مرد چه ریاکشنی میتونه نشون بده. پدری که میتونه فرزندشو با این شرایط با این مدل و شکل از دنیا ببره و تنبیه کنه و مثلا درس عبرتی بشه برای بچه های دیگه، خب قطعا با همسرش هم میتونه همچین کاری کنه. ملو جنازه خوندن نرسن تا بوتمانن خسرو جانی مخوبای جانی و چهوی که چشمات بالای سر نست پدر نمیزند نمیکشد نمیبرد بیرون ایده وی که چشمات ای هیچ که نترس جانی و چشمم برم دخونی من نشیده ای دست پاچش کی ای کفم برامد یا خدمتی خاک داری یا عذاب دیدی خسته ای بچه جان خواب داری اوچه جان قاق کشکاته تم بته بندگیم دم کوکلای نو در کار بدم تئاتر زندگیم ده چی با قیمتم خریدن گر فروختنم ارزان چو خوراکی طربخانه خاک با 600 سومون گلی لاله روی خاک نظری خاک میره و امروز نو شکفته لک ابدی خواب میره و با امروزی زمینی تیمور ملیک تشنه خونی کودک شد مهنتات برای آینده ما چجان بهوده شد کسی در آرزوی پدر بدم ما ای پدر گرفتم چون که به دستی پدرش ای خدا بشورختم. خیلی اینجاش قشنگه ها. مثلا خیلی ها هستن که توی غم از دست دادن پدرشون آرزوی داشتن پدر رو دارن ولی میگه من از اونی هم که باید میگریختم از پدر داشتن.
کبدی خوب میروا با امروزی زمینی تیمور ملیک تشنه خونی کودک شد مهنتات برای آینده ما چجان بهوده شی کسی در آرزوی پدر بدم ای پدر گرفتم چون که به دستی پدر شیخ خطابی شورختم ای پدر احمد برای خانه آخرت با چیپته نقلیات شهیدان میرم امروز کنجی محبس سر به دیوارها زدن دیگر چی سود تو به قدری دایما چی تر ما چی بیرون چی سود گر به 600 زمره بردی جانی تیفلی بگنا کو به 600 ها هزار یک جانی رفته برگردان نه بگردم برای چی بهش گذشته. کلید واژه 600 سامانی رو اینجا چندین بار توی آهنگ تکرار کرد و آخر با همون بستش قشنگ بود. خیلی یه نه این رپر رو میگم، این رپر خیلی دقیق و درست دیگه. این پدر تمام دلیل این اتفاق و بخشید بچه‌ها لئو هی میره بالا میره پایین، دقیقاً هم نمیدونیم چی میخواد. رفتش مهمان برنامه بود و رفت، ولی برای این پوله بوده که این اتفاق افتاده. متوجه یعنی 100% سر پوله بوده. واژه نخواد بیاد توی موزیک و اینها، خب شاید اون تأثیر رو نذاره. یکی یک شرایط خیلی سختی رو تجربه کرده و با همون زخم‌ها، با همون دردها که از طرف پدرش بوده از دنیا رفته. تو ببین اون شب تا صبح به این بچه چی گذشته. اصلا خیلی عجیبه. بعد مثلا حالا برای پول حالا میگه 600 هزارها سامانی دیگه خرج کنیم، میشه آیا برگردون همچین فاجعه رو؟ درس بزرگی امیدوارم باشه برای خیلی‌ها که این داستان رو شنیدن در سراسر دنیا و در خود تاجیکستان. بالاخره پول در آوردن سخته، زندگی ساختن سخته. نمیخوام بگم حق داره اون پدر این کارو بکنه، درسته، ولی زحمت کش بوده، شاید کارگر بوده، شاید حقوق زیادی نداشته، درآمد آنچنانی نداشته و مثلا این بچه بارهای چندمی بوده که این کارو میکرده. ولی بازم هستن که این بچه رو ببرن اصلاح بشه، تربیت بشه. چیزای جایی بود بهش گفتن قانون اصلاح تربیت. آره یعنی مثلا مخصوص بچهای زیر سنای قانونیه که میرن اونجا حالا تحت آموزشای قرار میگیرن. ولی خب حیف شد دیگه از بین رفت و که روحش شاد باشه، در آرامش باشه. خیلی دعا کنید، دل آدم کباب میشه و هیچ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه براش دعا کنیم. امیدوارم تا اینجا با ما همراه باشید و خیلی زود برگردیم خدمتتون با کلی ویدیوهای شادتر، زیباتر و دلانگیزتر. قربون شکل ماهتون بشم، ماش به کله هاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.